میدونی چرا خیلی وقتا آدمای باهوش‌تر مثل خیلی از ماها از آدمهای معمولی شکست میخورن؟ امروز با یه داستان جوابشو پیدا میکنیم و در آخر راه حلش هم بهتون میگم. این جک زرنگ و باهوش همیشه ایده های فوق‌العاده‌ای داره، کارهاش هم با سرعت نور انجام میده. روزهای اول همه چیز عالی، سریعتر از همیشه پیشرفت میکنه، ولی بعد اولین مشکل پیش میاد. نتیجه اونطوری که فکر میکرد نبود. اینجاست که ترک روی انگیزه شروع میشه. جک شروع میکنه خودشو با بقیه مقایسه کردن. کم کم اشتیاقش از بین میره و 1 ماه میگذره و جک تنبل و افسرده یهو به خودش میاد و میگه دیگه اینجوری نمیشه، نمیتونم، باید یک کاری بکنم. پس میره پیش رفیقش که توی هیچ کاری شکست نخورده بود. ازش میپرسه چرا کسایی که زرنگن شکست میخورن؟ رفیق جک میگه چند تا دلیل داره، ولی مهمترین دلیلش اینه که آدمهای زرنگ معمولا کمالگران، چون اونقدر زرنگن که میتونن همه چیز رو به بهترین نحو ممکن انجام داد و دقیقاً همین به ضررشونه، چون با اولین مشکلی که سر راه هدفشون قرار میگیره به هم میریزن و فکر میکنن دیگه نمیتونن، پس کار رو ول میکنن و همین باعث شکستشون میشه. جک پرسید من باید به هدفم برسم، الان باید چه کار کنم؟ رفیق جک یک فکری به ذهنش رسید و کانال یوتیوب 1% رو به جک معرفی کرد. جک بعد از گشتن داخل کانال 1% فهمید این کمالگرایی 3 راه حل داره. 1. قانون 2 دقیقه. جک قبلا وقتی میخواست ورزش کنه همش به خودش میگفت وای باید نیم ساعت بدوم، الان اصلا حالشو ندارم. ولی الان میگه من فقط 2 دقیقه میدوم، اگه حسشو داشتم بقیه‌اشو میدوم، اگه نداشتم تمومش میکنم. اول فکر کرد این واقعا مسخره است، ولی بعد از انجام دادنش دید واو، وقتی شروع به دویدن میکنه کم کمش 15 دقیقه میدوه، در صورتی که قبلا اصلا نمیدوید. 2. تمرکز روی مسیره نه مقصد. جک میخواست بدن رویاییشو بسازه. اولین بار که تو باشگاه ثبت نام کرد فقط به یک چیز فکر میکرد، باید توی 2 ماه بازو در بیارم. هر بار جلوی آینه میستاد و تغییری نمیدید ناامید میشد و ول میکرد. اما الان هدفشو کوچیک‌تر کرده و میگه من فقط میخوام هر روز 20 دقیقه ورزش کنم و لذت ببرم. و شروع کرد. روز به روز ادامه میداد. اولش فقط عرق میریخت. بعد از 1 ماه حس کرد قوی تر شده. بعد 3 ماه یک تغییر کوچیک دید و بعد از چند ماه به اون موضوعای خفنی که میخواست رسید. اگه فقط به مقصد فکر کنی زود خسته میشی، ولی وقتی مسیر رو هدف قرار میدی مثل همون 20 دقیقه ورزش کردن نتیجه خودش میاد، حتی بهتر از اون چیزی که فکر میکردی. شماره 3. شکست رو دوباره تعریف کن. راستی رفیق، اگه تا اینجای ویدیو اومدی یعنی تو دنبال تغییر واقعی هستی. از همین الان سابسکرایب کن و ویدیو رو لایک کن. آدمایی مثل تو دقیقاً همون کسایی هستن که باید کنار من باشن. کسایی که فقط به هوش تکیه نمی‌کنن بلکه میخوان واقعا رشد کنن. اینجا جای ماست، جایی برای آدمای متفاوتی مثل شماست. جک قبلا یه کانال یوتیوب زد و 3 تا پست گذاشت و 3 تا پست هیچ بازدیدی نخورد. جک ناامید شد و دست از کار کشید چون کاملا شکست خورده بود. ولی الان جک یه کانال یوتیوب رو انداخته، دوباره 3 تا پست منتشر کرد و دوباره 3 تا پست هیچ بازدیدی نخورد. جک به جای اینکه ناامید بشه و شکست رو بپذیره با خودش گفت من باید شکست رو دوباره تعریف کنم و شروع کرد به زیر سوال بردن شکستش. ویدیوهاشو تحلیل کرد و از خودش پرسید چجوری ویدیوامو بهتر کنم. بعد یک ویدیو ساخت و بوم، اون ویدیو ترکون. رفیق من، شکست یک سیگناله نه خط پایان. هر بار که شکست میخوری یک درس مخفیه که تو رو به موفقیت نزدیکتر میکنه. به قول معروف اگه به پایانش رسیدی و خوش نبود بدون اون پایانش نیست.